یک پر کاهو، نوشته رویا شاپوریان. ای کاش تو هیچ وقت از خانه ما نمی رفتی افروز. هر وقت به موقعی که اینجا بودی فکر می کنم دلم پر می کشد به آن روزها. آن روز که خیلی با شخصیت و جدی با کت شلوار ماشی رنگی که پوشیده‌ای، یک شال نازک طلایی برقی سرت هست و تو عکس بالای سر مامان و بابا بین من و فؤاد ایستاده‌ای. فکر کنم تازه دکتر شده بودی و یک فروتنی آمیخته به غرور تو چشمات پیداست. الان در مطب دکتر ریه نشستم. ظهر که نهار می‌خوردیم مادر گفت یک پر کاهو و یه برش گوجه فرنگی هم بذار تو بشقاب من. و به محض اینکه کاهو را گاز زد آنقدر سرفه کرد که سیاه شد. انگار نه انگار که 45 روز است درمانش شروع شده. مملکت ما اینطوری شده که هر کس باید یک دکتر در خانواده داشته باشد. دکتر غریبه یا آنقدر سرش شلوغ است که نمیتواند به اندازه کافی به تو توجه کند، یا آنقدر جوان و نادان است که توجهش زیاد فایده‌ای ندارد. زهره خانم همسایه ته کوچه را یادت هست که همیشه پوز برادر دکترش را میداد و میگفت سر سفره به ما میگوید چه بخوریم و چه نخوریم. حالا کاملا به حرفش ایمان آوردم. دکتر باید خودی باشد که دلش برای آدم بسوزد. همسرش ناغافل با یکی از همکارهاش ازدواج کرد و اینها را گذاشت و رفت. ما را بگو چقدر حسرت خوشبختی زهره خانم را به دل داشتیم که شوهرش 6 صبح می رفت نان تازه می گرفت و در دید و بازدید عید نوروز خودش از مهمانها پذیرایی می کرد که زنش خم و راست نشود. آخرش چه شد؟ می بینی روزگار را؟ از قرار قضیه این بوده که زهره خانم مادرش را که پیر و زمینگیر شده آورده خانه خودش مراقبت کند. به شوهر و بچه هاش گفته داداشم که میاد سر میزنه و دکتریش رو میکنه، منم باید پرستارش باشم. مطمئنم هیچ کس مثل من دلش برای اون به رحم نمیاد. در این گیرودار که بنده خدا گاهی شبها هم میرفته پیش مادر میخوابیده، آقای همسر کار دست خودش میدهد. چه مرد با شرفی به چشممان بود. ظاهرش هم موجه بود. نیمی از موی سرش را در محله ما سفید کرده بود. الان نمیدانیم کجا زندگی میکند. ولی زهره خانم و دختراش بعد از این جریان هیچ کس را به خانه راه ندادند و از همه فرار میکنند که حرف نزنند. دختر بزرگه پشت فرمان می نشیند و از تو حیاط گازش را می گیرد و می روند. موقع برگشت هم طوری عجله می کنند که کسی جرأت نکند چیزی بپرسد. حتی اگر برای دخترها خواستگار پیدا کردیم هم در را باز نکردند و همینطور وقتی که مادرش فوت کرد. اینجا که نشستم در مطب دکتر ریه روبرویم یک گلدان پر از بامبو گذاشتند که زیاد سر حال نیستند. خوب یادم هست که منوچهر پسر خاله طاهره 1 سال عید که آمدند بازدید ما به مادرش گفت ببین چقدر بامبوهای اینا خوبه، مال ما تعریفی نداره. و خاله جواب داد حتما تو خونه اینا محبت بیشتره، گیاه حس داره، میفهمه. کاش برای همین محبت هم که بود همینجا در وطن میماندی و اول از همه به خانوادت و بعد از آن هم به مریض هات میرسیدی. مادر مرتب از من میپرسد چرا وقتی که میخوابم میبینم طبقه بالا هستم؟ باور کن شاید روزی 15-20 بار این سوال را میکند. من میگویم خب شما همیشه طبقه بالا میخوابیدی، اتاق خوابت اونجاست. دوباره میپرسد. میگویم حالا توان نداری بری بالا، منم نمیتونم مرتب بالا و پایین بدوم.
این شده که هر دو اومدیم تو حال پایین میخوابیم. باز میپرسد و من میگویم انشاءالله زود خوب میشی. برمیگردیم بالا تو اتاقای خودمون میخوابیم. دیروز این دکتر ریه پیام داده بود که اگر هم نمیتوانید مریض را بیاورید یکی از همراهاش با مدارکش بیایند مطب صحبت کنیم. این دکترها از زمان کرونا این برنامه را گذاشتند. مرتب پرستار را میفرستند خانه مریض آمپول بزند، آزمایشگاه را میفرستند خون بگیرد، دستگاه اکسیژن، فشار خون، هر چه که لازم باشد میفرستند. ولی اصلا خود دکتر تا به حال یک بار هم نیامده مادر را ببیند. فقط تلفنی دیده و مدارکش را. چطوری میفهمد چه کار کند خدا عالم است. من که هیچ طوری نمیتوانستم مادر را بیاورم. کوچه را کندند که راه فاضلاب را باز کنند و همینطور رهایش کردند. خب 2 روز، 3 روز بالاخره باید درستش کنند. الان 1 هفته شده. تازه وقتی مادر را برای اسکن بردیم هم آنقدر عذاب کشیدیم که نگو. با آمبولانس و اکسیژن رفتیم. کلی هم خرجمان شد. امروز که اینجا رسیدم به مطب دیدم منشی خیلی جوان و خوشروست. من هم شیطنت کردم و از او پرسیدم ببخشین این دکتر شما چند ساله هستن؟ گفتم اقلن سنش دستم بیاد که قضیه ارزیابیش کنم. گفت 47-8 سال. فکرش را بکن، درست هم سن توست. نه جوانتر است که بگویی خام است، نه پیر است که بگویی فسیل شده و اطلاعاتش به روز نیست. با این وضعی که میبینم 1 ساعت بیشتر است من اینجا نشستم و هنوز دکتر نیامده و 5-6 نفر مریض آمدند. میروم پایین، راننده آژانس را مرخص میکنم و برمیگردم. بعد بقیه اخبار را برایت مینویسم. الان ما در هر 24 ساعت 4 میلیون به این دکتر و گروهش پول میدهیم. پس باید در همه مخارج صرفه جویی کنیم که جور در بیاید. شب اول که فؤاد مادر را برد بیمارستان و او با اینکه در حال خفه شدن بود گفت منو ببر خونه، اینجا میمیرم. وقتی برگشتند میترای عمه جون این را معرفی کرد. گفت ما شنیدیم خیلی برای مریض هایی که بیمارستان رو دوست ندارن راحته. البته گفت که مادر ما رو نتونستن نجات بدن ولی هر کس یک اقبالی داره. باور کن از بس مادر وقتی سالم بود هر شب دعا میخواند و به خودش و بقیه فوت میکرد، آن شب به او الهام شد که بیمارستان نماند. آخر 2 روز پیش بیمارستان آتش گرفت. بعضی میگفتند فقط نمای بیرونیش سوخته، ولی برخی میگویند از آشپزخانه شروع شده و قسمت‌های داخلی هم آسیب دیده. اخبار گفت تلفات جانی نداشته و همه بیماران به مراکز دیگر منتقل شدند. اگر راست باشد خوب است که اقلاً مثل پلاسکو آن همه آدم را به کشتن نداد. به هر حال اگر عمدی بوده باشد کار کسی است که سیستم داخلی آنجا را می دانسته. شاید هم مریضش از دست رفته، او هم خواسته انتقام بگیرد. فؤاد هفته اول که خیلی به ما سر میزد و نگران بود همش گله می کرد که افروز این همه درس خواند، این همه کتاب برایش خریدیم، شاید 1000 تا ساندویچ کوکو سبزی مادر برایش پیچید تا دکتر شد. چرا باید در این وضع ما را تنها بگذارد؟ ولی پریروز که خبر آتش سوزی را شنید زنگ زد گفت خدا را شکر افروز اینجا نبود سر کار باشد وگرنه قصه اونم باید میخوردیم. اینجا مانیتورهای زیادی رو دیوارها هست که تصاویر ریه های سالم و مریض داخلش رفت و آمد می کند. ریه سرطانی، سیگاری، عفونی، آسمی. یک مدت دیگر بنشینم عقم می گیرد. جات خیلی خالی.
به فؤاد گفتم مگر یادت نیست تو فرودگاه امام اکرم خواهر مهران آمده بود فحشش میداد که اینقدر مادر پدرمان زحمت کشیدن تو را دکتر کردن، برای چه میروی؟ مهران گفت اولین بار که رفتم یک کنفرانس پزشکی دیدم دکترای ایرانی رو زیاد تحویل نمیگیرن. گفتم نباید بذارم بچه‌هامون مثل ما بشن. باید ببرمشون از اول اونجا درس بخونن. این از مهران. اون هم از عطا که گفته بود نمیمونم که بچه‌هام سر صف مدرسه قرآن بخونن. نمیدانم اونجا هوا چطور است. اینجا هنوز تابستان نشده، حسابی گرم است. یک شیشه آب 1 نفره تو راه سر کشیدم. الان بردم از آب سردکنه این مطب پرش کردم. رفتم جلو، متوجه شدم 2 تا برادرها که به خاطر پدرشان آمدند اینجا مشاوره بگیرند پسرخاله های منشی هستند. خب پس معلوم شد که نوبت من رفت بعد از آنها. امروز برای اینکه خیالم راحت باشد هر چقدر طول کشید ماهرخ را گفتم آمد پیش مادر. همانطور سفید و توپل است ولی صورتش انگار خش افتاده. میخندید و میگفت حاج خانم یک زمان پرستار نوهات بودم، حالا پرستار خودت شدم که. به پسرات بگو یادمه هر دوتاشون ماهرخ رو دوست داشتن. بگو مادر رو هم دعا کنن، اونا دلشون پاکه، دعاشون گیراست. ماهرخ تو همین زمان کمی که من مانتو و روسری می پوشیدم تندی پرسید تو بانک سپه آشنا ندارین شوهرم یه وام بگیره؟ دختر کوچیکم حامل است، باید سیسمونی بخریم. گفتم آشنای ما همون شوهر زهره خانم بود تو بانک سپه که حالا نمیدونیم کجاست. ماهرخ هم دوباره یکی از همون آههای معروفش کشید. یادت هست میگفتی در کابینت را باز میکند، یک آه میکشد. شروع میکند به دستمال کشیدن داخلش، در دبه ترشی را باز میکند، یک آه میکشد. بعد میریزد تو پیاله یکی. خلاصه برای هر کاری یک آه مخصوص. بعد مادر میدانی چه جوابی داد؟ گفت آخر ما حقوق شوهرم رو بریزن 3 چرخه برای 90 میخرم. وسط راه هر وقت یادم میافتاد میخندیدم. بچه هنوز به دنیا نیامده، فقط چیزی که مهمه 3 چرخه داشته باشه بره تو کوچه. نه که آقا مهدی پسرخالش مغازه 2 چرخه فروشی دارد. مادر برای هر موردی اولین انتخابش 2 چرخه و 3 چرخه است. حالا خوب است نمایشگاه ماشین ندارد، باز از حقوق بابا می شود خرید. فؤاد که دستش درد نکند به حسابدار کارخانه سپرده. من هر چند روز 1 بار زنگ میزنم، چک را میکشد، میدهد، تحویلدارشان میآورد، در خانه میدهد. پشتم درد گرفت. از بس نشستم خم شدم رو گوشی تا برات تایپ کنم. قدم که زدم دیدم دیوار آن طرف خیلی بهتر است. مناظر در فصلهای مختلف تو مانیتورهاش می رود و می آید. کاش اون برنشسته بودم. از بس خولم تا رسیدم اینجا ولو شدم. بعد تازه دیوار مقابل را دیدم. تو همیشه خونسردتر از من بودی. برای همین هم توانستی پزشکی بخوانی. چه شبهای زیادی بیمارستان بودی و خانه نمی آمدی. جدی و سخت کوش. من اگر رشته هنر را انتخاب کردم به خاطر این بود که زندگی آرامی داشته باشم. طوری خودم را پیدا کنم که قصه هام کم شود. راحت بگذرانم. اگر حکومت ما اینقدر با موسیقی مخالف نبود حتما موسیقی را هم ادامه می دادم. وقتی سازی میزنی دنیا نمیتواند به زاریت بیاندازد. منشی دکتر دختر خیلی جوانی است که مثل خود دکتر لهجه اصفهانی دارد، اما نه به آن غلظت، شاید از اقوامشان باشد. با اینکه روسری مشکیش خالهای سبز دارد،
خط چشم آبی نیلی کشیده. حتما خط چشم سبز دم دستش نبوده یا اصلا نداشته. مشکی که بعید است نداشته باشد. اینجا اولین انتخاب است. دخترهای امروزی هم که همه چیز دارند، به خصوص انواع و اقسام لوازم آرایش که اعلام شده در ایران بالاترین میزان مصرف را دارد. یاد خانم سلیمانی همسایه بالاییتان افتادم که یک بار تعریف می‌کرد هر وقت بخواهم پیش دکتر بروم یک کادوی کوچک برای منشی میبرم که نوبتم را رعایت کند، چون منشی‌ها مهمتر از خود دکترها هستند. الان نیم ساعت است که مریض اول رفته داخل و بیرون نیامده. تا به حال ندیده بودم پزشکی اینقدر ویزیتش را طول بدهد. حتما چون روزی 4 میلیون تومان از چندین خانواده میگیرد، نگران درآمدش نیست و با دل استراحت برای بیمارها و همراههایشان توضیح میدهد. حالا میخواهم این را از تو بپرسم، پیش وجدان خودت قضاوت کن. یعنی آن 2 بچه شما که بردید آن سوی دنیا تا خوشبخت بشوند و به چشم بیایند، از همه مریض هایی که می توانستید اینجا خوبشان کنید مهمتر بودند؟ چطور این همه سال تحصیل خودتان را فدای بچه هایتان کردید؟ الان منشی برای اینکه حاضرین را سرگرم کند تلویزیون روشن کرده و عده‌ای کردی می رقصند. مثل جشن عروسی شما که همه فامیل های مهران دست به دست هم با دستمال هوا کردن، رقص کردی می کردن و آخر سر ما هم رفتیم بینشان. سرگرم خاطرات شاد بودم که باز دیدم آن طرف یک تصویر ریه سیاه شده آمد روی صفحه مانیتور. لابد مادر ظهر که یک پر کاهو به دهان گذاشت ریه‌اش همین شکلی شد، نه؟ تو دلت میخواست بعد از تخصص جراحی برای فوق پلاستیک بخوانی. یعنی دیگر مریض نمیدیدی، نه؟ فقط عمل زیبایی میکردی؟ مهران که نامردی کرد. نگذاشت ادامه بدهی و میخندید و میگفت لابد بعدش هم میخواهی فوق آفتاب پلاستیکی بگیری. روزهایی که مریضها خانم دکتر صدات میزدند و با اینکه کفش‌ها 3 سانت بیشتر پاشنه نداشت مثل ملکه سرزمین خوشبختی میخرامیدی، احساس خوبی نداشتی؟ حالا آنجا چه کار میکنی؟ چقدر جایت در خانه خالی است؟ وقتی رفتم راننده آژانس را مرخص کنم، الکی تعارف کرد که مشتری دائمی هستید و تخفیف میدهم. ولی گفتم اصلا نمیدانم چقدر طول میکشد که حتما برود. یادش بخیر. تو معلم رانندگیت را کرده بودی راننده شخصی خودت. هر وقت نمیخواستی رانندگی کنی تا بهشت زهرا که سر خاک بابا برویم یا شب که دیر وقت از بیمارستان برمیگشتی او را خبر میکردی. مرد خوبی بود. تو راه بهشت زهرا از خانواده‌اش زیاد تعریف میکرد. هرچقدر هم به او پول میدادی اعتراض نمیکرد. همه چیز که پول نیست، روابط انسانی هم مهم است. خیلی خستم. دلم میخواهد یک روز کامل بی دلهره بخوابم. امروز بعد از اینکه حال مادر جا آمد و خوابش برد، من هم همانطور که تکیه داده بودم و نگاهش میکردم خوابم برد. بعد خواب دیدم که اتوی داغ را روی صورتم میگذارند. التماس میکردم که لااقل روی گردنم بگذارند که چهره‌ام خراب نشود که از خواب پریدم. از بس اخبار بد و ناجور میشنویم. از همین بچه‌های دانشکده هنر که دانشجوهای من بودند کلی دستگیر شدند و عده‌ای هم ناپیدا هستند. کسی جرأت ندارد بگوید چه بر سرشان آمده. شنیدم خانواده قربانی ها همه جور تهدید می شوند که حرف نزنند و ردشان را هم نگیرند.
ولی خاله یکی از دخترها پس از اینکه جنازه را دیده بود گفته دندانها خرد شده بوده، وضع بدی داریم. وقتی اتو را روی گونه‌ام حس کردم جیغ زدم و بیچاره مادر هم از خواب پرید. آنقدر ضعیف شده که 40 کیلو هم نیست. کلاً که اشتها ندارد. یک پر کاهو هم که هوس کرد اینطوری. چند روز پیش مهناز عمو جون با کلی سفارش برایش بلدرچین گیر آورده بود که کباب کنیم و تقویت بشود. بعد از مادر پرسید شما الان چه چیزی دلت میخواد؟ مادر گفت فقط دلم میخواد افروز بالای سرم بیاد، مثل زمانی که باباش مریض بود. خودش آزمایش میگرفت، میبرد اونجا که آشنا داشت انجام میدادن میآورد. خودش همیشه دکتر ما بود، هرچی لازم بود میکرد. حالا یکی قلب رو میبینه، یکی ریه رو، یکی دیگه کلیه رو، هیچ کدوم خود آدم رو نمیبینن. کمی خودم را چرخاندم به طرف منشی که قشنگ ببینم کسی بعد از من نیامده باشد و قبل از من برود پیش دکتر. اینطوری از کنار منشی را میبینم. خیلی خیلی لاغر است. دنده هایش را میتوانی بشمری. میدانی که اینجا چند سالی است جلوی مانتوها را باز کردند. هیچ دکمه‌ای چیزی ندارد که ببندی. طرح جدید است. دخترها قشنگ بلوز و شلوار تنگ میپوشند و رویش چیزی به اسم مانتو که در واقع به اندازه شنل هم پوشش نمیدهد. الان برای پسرخاله هایش تعریف میکرد که چقدر به مادرش میرسد. یاد بگیر، خب تو هم بیا یک سر بزن، مگر بیشتر از یک مادر داری؟ تلویزیون هم برنامهش عوض شده. پرنده ها می پرند، دریا می خروشد، کوه ها پر از برف هستند ولی درخت ها سبزند. گل ها رنگارنگ ترین چیز در طبیعت هستند. قایقی که در آب پیش می رود سفید رنگ است و دور تا دور آب خشکی ها پر از بوته های تو در توی قشنگ. آدم هوس می کند آنجا باشد و حسابی نفس بکشد. الان جاده‌ای پیش در پیش نمایان شد که از بالا فیلمش را گرفتند و همه چیز خیلی کوچک دیده می شود. آخر جاده را که نگاه می کنی برگ درختان سبز نیست، زرد و نارنجی و در حال فرو ریختن است. مردی که روبروی من نشسته با آهنگ تلویزیون با پایش روی زمین رنگ گرفته و میزند. کفش‌هایش خردری رنگ است. نه نو است و نه کهنه. اما مدت هاست واکس نخورده. لابد مریض مادر زنش است که اینقدر خوش احوال است. الان از طرف یک مریضی که خوب شده یک کارتون عسل آوردند برای دکتر و منشی و دستیارهاش. رویش یک کاغذ آچار چسباندند که نوشته زندگی به کامتان شیرین. حتما آذربایجانی بودند. بعضی ها چقدر با صفا هستند. مطبش لوکس است. همه کلیدهای برق قاب طلایی دارند. کف پارکت است و مبل‌ها جیر آبی رنگ. ورودیش از بیرون یک طرح خاص موزاییک گلدار بود که خیلی قشنگ چیده شده بود. یادش بخیر، خانه تان چقدر شیک شده بود. 40 روز با همدیگر می رفتیم کاغذ دیواری فروشی و پارکت و لامینیت و شیرهای آب را از بهترین و جدیدترین نوع می خریدیم. حتی دستگیره های درهای کمدها و چراغهای هالوژن سقف را طوری انتخاب کردیم که تک باشند. پرده مهمانخانه که از گلهای ریزه به هم چسبیده بود و آن دکوری که برای زیر تلویزیون و کتابخانه اطرافش زدید همه تعریفی بود. خدا پدرش را بیامرزد مهران. برای خانه اصلا خست نمی کرد. هر کدام که تو پول کم می آوردی می پرداخت. وقتی خانم دکترها را دعوت کرده بودی سور خانه جدید همه می گفتند ترکیب رنگ‌های گرم و سرد را خیلی جالب انجام دادید و تو پوز مرا می دادی که خواهرم هنری است.
از آن زمان که مادر ما دوتا را بعد از مدرسه می برد پارک شفق قایم باشک بازی می کردیم و من آنجا را به خاطر مجسمه هایش خیلی دوست داشتم تا حالا که دستمان به هم نمی رسد و تو کلن قایم شده ای و هر چند می شمارم از پشت هیچ دیواری در نمی آیی. چند سال شده می دانی؟ آنجا خانه زندگی قشنگی داری؟ می شود ما را هم ببری نشان بدهی؟ افروز جان. دکتر خیلی بد اخلاق بود و تقریباً تمام مدتی که پیشش بودم اصطلاحاتی می گفت که من هیچی نمی فهمیدم. فقط متوجه شدم یک چیزی سر گلوی مادر گیر کرده که تو اسکن دیده شده و نمیگذارد حتی آب دهانش را درست قورت بدهد. دکتر گفت با چند تا از همکارهاش مشورت می کند که عمل جراحی لازم دارد یا نه. حالا که شارژ گوشی تمام شد، من فعلا به مادر و فؤاد هیچی نمیگویم که دست باشه نشوند تا فرصت کنم هرچه گفته برایت بنویسم و تو جواب بدهی که چه کنیم. الان از مطب آمدم بیرون. ماهرخ پیام داده که حاج خانوم خیلی سرفه می کند و مدام می پرسد بچه ها کجان. من در بست گرفتم و در حال برگشتنم. کاش تو هیچ وقت از اینجا نمی رفتی.